رفقا چه خبر؟ امروز اومدیم با یه ویدیو از ماینکرافت. اگه صدام خیلی داغونه ببخشید. اومدیم با یه ویدیو از ماینکرافت. توی این ویدیو با این وسیله که الان دستمه میتونیم به ماب های ماینکرافت تبدیل بشیم. مثلا ماب و خصوصیاتش رو ببینیم و میخوایم ببینیم میتونیم با ماب های ماینکرافت بازی رو تموم کنیم یا نه. اوکی بریم سراغ ویدیو. بذارید فقط من دوربین اینم بگم بعضی جاها واسه اینکه مدت ویدیو کمتر بشه من تایمو استاپ میکنم. اوکی بذارید فقط من این دوربین رو درست کنم. یه ذره لگ خورد بازی اشکال نداره. خب بذارید بریم. همونطور که دیدید الان ما مردیم و مرد کلا دوتا جون داره. بذار ما استیو بشیم. قابلیتش هم این بغل سمت راست میزنه، افکتش و این چیزا رو. آره هدفمون از این ویدیو همینه دیگه. باید گیجم دیگه چیکار کنیم. باید ماینکرافت رو تموم کنیم و اندر دراگون تبدیل بشیم. همین. چقدرم جالب. بریم اول چوب خاکستر. مزخرف ترین یعنی بایومه توی ماینکرافت نظر من همینه. خیلی چرت و پرت مخصوصا برفیش. آره خلاص ما بچه به نظر من بهترین مابی که میتونیم تبدیل بشیم بهش اندرمنه. هم پیدا میشه زیاد، یعنی زیاد نه ولی پیدا میشه توی این دنیا این بایوم. همین که میتونیم باش پورتال کنیم. دو ردیف هم قلب داره. الان پیدا کردیم تبدیل میشیم بهتون نشون میدم. امیدوارم فقط از ویدیو خوشتون بیاد. اگه دوست داشتید به من بگید چه مدل ویدیوهایی دوست دارید بذارم واسهتون که بیشتر اون مدل ویدیو رو بذارم. شورت ویدیو، نمیدونم ویدیوی کامل، ماینکرافت، هر چی دوست داشتید بگید من در خدمتم. امیدوارم خانوادهمون به قول نیما تکتون خانوادهمون بزرگتر و بزرگتر بشه و همین دیگه. بعد آره درد و نفرین همونطور که مشاهده فرمایید اونور یه گونه گاو داریم. بریم یه شب بشیم ببینیم گاو دیگه چجوره. گاو خوک. این گاو کلن 5 تا جون داره. خوکو بذار ببینیم. پیک خوک دقیقا همون جون داره. اونم غذامونم که رسته شد تقریبا کنم 2-3 تا فقط مرغ داریم. اینجا بینه چی میگن؟ اگه میدونید تو کامنت حتما بهم بگید. لایک ویدیو اگه خوشتون اومد، اگه خوشتون اومد لایکتون فراموش نشه. ای جان خرس قطبی یکی از قویای اینور، یعنی قبل از اند رفتن ندر رفتن منظورم. چرا بازی لگ میخوره لعنتی؟ اشکال نداره. او یه ردیف و تقریبا یه ردیف و نیم جون داره. افکت قدرت داره. قلباش هم که میگم زیاده دیگه. برو بمیر بچه جون. اینجا بنگ نوبم من تو ماینکرافت واقعا نوبم. ای بابا چه خبرشونه اینا گاز میدن. مسخره است. عجیبه شهر عجیبه. سر از اینا باسید من میکنم و بعدش ویدیو رو. خب رفقا ما یکم زغال سنگ اگه اشتباه نکنم دیگه زغال یکم پیدا کردیم. همونطور که دیدید کندم و دوباره شروع کردم ویدیو رو. مابای مختلف موردم تا حرف بزنم، یعنی آفرین به مابای مورد علاقه من توی این بازی الان وقتی میتونیم تبدیل شیم. اول به نظرم اندرمن خیلی خوبه. شما حتما برام بنویسید 3 تا از بهترین تا بدترین، سومی بدترین. اولی
اندرمن، دومی آیرم گولمه، سومی هم که خیلی حال نمیکنم باهاش ماهی، چون دلفین خیلی ازش سریعتر حالا پیدا کردیم حتما تبدیل میشیم واسهتون. این نسخه ماینکرافت واقعا خداست. حالا توی یه شورت ویدیو، البته مطمئنا شما دیدین، ولی یه شورت ویدیو باز درست میکنم برای نسخه جدید ماینکرافت، همین بروز ثانیش، و بهتون حتما میذارم که ببینید چه تغییری کرده. برید بروز کنید خودتون هم نسخه جدیدش رو بازی کنید، واقعا حال میدارم. راستی اینو چند وقت بود میخواستم شورت ویدیو کنم، گفتم بیخیال شم و توی ویدیو کامل ازتون بپرسم. بچه اگه اوتاکو هستی یعنی انیمه میبینید، البته فکر کنم معنیش میشه، اگه انیمه باز هستی حتما برام بگید جوجوتسو کایسن یا اتک آن تایتان. به نظرم اتک واقعا خداست، خودم تمامش کردم، خدا که هیچ عالیه. خب بچه من ویدیو رو قطع میکنم که خیلی طولانی نشه. یکم دیگه که پیشرفت کردیم آهن پیدا کردم حتما استوب ور میدارم، یعنی پاز نمی کنم دیگه، پلی میکنم تا ببینید همه چیه. فعلا بدرود، من پیدا کردم چیز نیست براتون، یعنی برای مردم میگم، من کلا چلفتی حرف میزنم. داشتم میگفتم برای اینکه تایم بیشتر نشه استوب میکنم، برای شما 1 ثانیه فکر کنم کمتر بگذره تا منو دوباره ببینید، اما من بکنم راحت 10 دقیقه طول بکشه واسم. خب فعلا سلامی دوباره رفقا، خوش اومدید. چرا من دارم الان اینا رو میگم؟ من که اول ویدیو گفتم. اوکی بیخیال. رسیدیم به این بایوم، اسمش واقعیتش یادم رفته، اگه میدونید حتما بگید دوباره تو کامنت ها. آره همین دیگه، گفتم ویدیو رو شروع کنم یه کمی ببینید. من واقعیتش ویدیو رو قطع کردم، همین که قطع کردم به فکر این افتادم من که اونقدر حرفه‌ای نیستم که بتونم تو 20 دقیقه ماینکرافت رو تموم کنم، یعنی 20 دقیقه، البته 20 دقیقه هم نه. بالاخره گفتم اگه خوشتون اومد این پارتو، یعنی پارت میذارم از ماینکرافت، پارت کالاف و ماینکرافت، حالا چیز دیگه هم شما خواستید حتما تو کامنت ها بگید، میذارم خیالتون راحت. داشتم میگفتم این قسمت اول ماینکرافت، البته اسمش انداز انتخاب نکردم، نمیدونم اسم مودش رو یادم نیست، ولی لینکش حتما تونستم براتون میذارم، برید مودو نصب کنید حال کنید خودتون. داشتم میگفتم من واقعیتش الان اومدم جلو دوربین دارم میرینم قشنگ. اوکی این تموم شد، تا 10 دقیقه 15 دقیقه براتون ویدیو اسکرین میکنم، رکورد یعنی میکنم، بعد میذارم توی چنل یوتیوب. الان که شما دارین میبینید توی چنل یوتیوب آپلود کردم و اسکلتون. اگه خوشتون اومد پارتای بعدیشم میذارم، حتما نظر بدید تو کامنت ها. اگه میگم خوشتون اومد پارتای بیشتری از این ویدیو میذارم، اگر هم که نه خودتون بگید که همینطور دوست دارید بذارم واسهتون. اوکی شت گیم. آره دیگه این آهنا رو هم بکنیم و امیدوارم فول آیرون بشیم میریم ندر. حالا اگر خودتون خوشتون اومد از ویدیو فول آرمور بشیم یه پیککس دایموندی درست میکنیم و میریم ندر. امیدوارم که تو ندر بلاملای سرم شت نیاد اینجا پسر میرسیم دیگه. اوکی دو تا حاجی پشمام شت. این گلو همیشه من میزنم، میخواستم اسکلتون رو بکشم، پشت سکنج اینجوری واسید اومدن یورش برید بزنید پدرشون برید. آها بیا اینجا. بله داشتین رو به سگتون بالاخره تونست بزنه این اسکلتون عزیزو. چی شد؟ خب اینجا که چی؟ ببین پایین نگاه باگو ببین، فکر کنم برای شما هم بیاد دیگه، دارم رکورد میکنم. این باگاش خیلی جالبه، مزخرف هم هست. ایول آیرون دارم با تبر میگم. یه عقلی به ما بفرم. خیلی واقعیتش چون کارمون تازه شروع کردم نمیدونم حرف بزنم زیاد نزنم، واسه همین یه ذره کمتر حرف بزنم. رو مخترین ماب ماینکرافت کریپر لعنتی، 1000 بار من از این ماب زخم خوردم، یعنی پاره شدم.
آره کالافازا حتما توی ویدیو توی کامنت ها به من بگید که چند نقاشی بازی میکنید. خوشحال میشم بدونم راجع به شما این چیزا رو. اوکی. واقعا بذارینم او راستی قبل از اینکه ویدیو رو هر وقت تموم شد تموم کنم بگم چند تا ماب اضافه شدن، اونا رو واسه تون توی رکورد حتما همه چیشو بهتون میگم. شت تو از کجا اومدی پس ساکن از نداره اون داداشم او شت او مای گاد فرار واقعا فکر اینجاشو نکرده بودم که از پشتم اون یه انمی بیاد دنبالم. خب اینجا یه دونه از اینا میزنیم. خب جونمون پر شد میریم به حسابشون میرسیم. اصلا غذا اینا رو داریم یه ذره غذا بزنیم بچه. من جونم پر شد دوباره اسکرین میکنم واسه تون. خب برای وقت من اومدم واسه بکنم بریم انتقاممون از اون عوضی های آشغال بگیریم. این ور بود دیگه. آره به خوش اومدید. داش کریم مرد. داش محمد کجایی؟ بیا فدات بسم من. داش محمد کو؟ چطور استاد گو خودم واسه آها. خب اینم الان جذب کردیم. بعد بچه هم مکانیزم یعنی کارایی این ساعت تقریبا که میتونیم باش موجودات رو تبدیل بشیم و نمیدونم جذب کنیم اینجوری کار میکنه که سمت یه موجود میرید بعد میزنید نزدیکش که شدید میزنید روی این ساعت یعنی اینجوری تو دستتون باشه. بعد اون همونطوری که دیدید صدای لول اپ میاره به لول 5 15 10 اینا برسید همچین صدایی میده دیرلینک. بعد یعنی اون صدا رو که داد یعنی این موجود جذب شد. بعد که بشینید رو ساعت نگه دارید اینجوری میشین. اسکلتون هم فکر کنم جذب شد. بشینید روی ساعت بزنید بعد دستتون رو روی صفحه نگه دارید این صفحه وا میشه. و اینم بگم واقعیتش بچه من این مودو از تلگرام رسول کرافت آقای رسول کرافت یوتیوبره دانلود کردم. واقعا کارش فوق العاده است. ماینکرافتش خیلی قشنگ بازی میکنه. خیلی حال میکنم من باش. حتما سابسکرایبش کنید و هم لایکش کنید. واقعا خوشم میاد من ازش. امیدوارم که شما باش حال کنید دیگه. واقعا بچه خوبیه. 12 و 19 بچه من اسکرین رو قطع میکنم بریم دیگه بالا. زیادی بعد وسیله جمع کردیم بالا رسیدیم اسکرین میکنم. اسکرین چرا میگم این رکورد بخشید رکورد میکنم. 2 hours later. اوکی گایز حالا میخواستم موجودایی که اومدن ما بهم اضافه شدن رو بهتون نشون بدم. اولین موجود روباهه بچه ها. فوق العاده است روباه. یعنی سرعتش یعنی گربه هرچند فکر کنم بهتر بشه سرعتش از اما استیو خودمون و بقیه ما خیلی بیشتره. اونا افکت سرعت هم که داره ایناشش بالا. آره خلاصه روباه قدرتی نداره یعنی چرا حواسم نبود. پرش داره قدرت پرش داره یعنی همونجوری به جای اینکه ببینید ناموسن سندروم حرف نزدن یعنی دارم. داشتم میگفتم دستتون رو همینجوری بدون اینکه بشینید نگردید رو صفحه قدرتشو میزنه هر موب اگه قدرتی داشته باشه. فرش زیاده اینا. خب میشینیم یه لحظه وایسید اون یکی مابارم بهتون نشون بدم. شطور که فکر کنم قدرتش توف کردنه. شطور که نه لاما آره توف میکنه و تقریبا یه ذره دمیج میزنه به انمی ها. جونش هم که همونطور که میبینید تقریبا آره جونش هم تقریبا 2 تا کمه. 2 تا کمتر از استیو 2 تا و نیم کمتر از استیو جون داره. بعد توف هم میکنه. آره سرعتش هم که تقریبا متوسطه. اسکلتون شت همونطور که میدونید اسکلتون باشیم زیر نور آفتاب به چخ میریم. اما اگه زیر نور آفتاب نباشیم که اوکی. و این ماب اندازه استیو دقیقا جون داره. این نمیدونم دقیقا افکتش میدونم چیه ولی نامری نمیشیم. این افکت نامری کننده است نامری نمیشه. قدرتش هم تیرکمونه که تیرکمون میزنه ولی خیلی بردش کمه و ضعیف هم از تیرکمونه. نمیدونم چرا اینو گذاشتم. اوکی ما بعدیم واسه زامبی ویلیجر با اسپایدر موندن. اسپایدر بچه بهترین قابلیت رو به نظرم اسپایدر تقریبا داره. مثلا بهتون نشون میدم چرا. این الان یه درخت
رسید. آره از درخت به همین سادگی رسید. وایسی دوربینو من یه لحظه درست کنم بهتون نشون میدم چیه قدرتش. خب الان ما اسپایدریم اینجا بغل یه درخت وایسین من بالاشو بکنم. اوکی بغل درخت یا هر چیه ای واسیم اینجوری پرشو نگه داریم ازش میره بالا و واقعا این به درد میخوره، واقعا به درد میخوره. ممکنه از دیوار میوار میافتیم و اینا. خب ادامهش رو بگم بهتون واسه اوکی. همینطور که میبینید اسپایدر دقیقا 2 تا قلب از استیو کمتر داره. میشینیم افکتش دید در شب هم داره بچه ها. نه 100% شما دیدید مثلا نمیدونم دید در شب داره یعنی توی شب راحت میتونه ببینه دیگه. و زامبی و زامبی ویلیجر. آها اوکی زامبی که همون دقیقا استیوه فقط اون افکتو داره که بازم نامری نمیشه نمیدونم قضیه چی. و موبای دیگه هم همونطور که دیدید ما رو میزنن حتی اگه عین اونا باشیم. من حالا توی ویدیوهای دیگه بهتون نشون میدم. زامبی ویلیجر هم دقیقا همینه لازم نیستش دیگه بهتون نشون بدم. اسکین هم یه نظر بهش بدید هیرو برین عزیز دل. آره خلاصه اوکی گایز 16 دقیقه تقریبا شدش ویدیو و ازتون واقعا متشکرم. اگه این ویدیو رو دیدید واقعا دمتون گرم. اگه واقعا خوشتون اومد لایک و ساب بکنید حتما. امیدوارم خانواده‌مون بزرگتر بشه و توی کامنت ها چیزایی که گفتم حتما اگه دوست داشتید بنویسید. مثلا اینکه چه نوع ویدیوهایی دوست دارید و چجوری دوست دارید باشم تو ویدیو فیسمو نشون بدم قیافه‌مو یا نه. پارت دیگه رو اگه خوشتون اومد تو اگه این پارت ازش خوشتون اومد از ماینکرافت من حتما توی پارت های دیگه بگید که اوکیش کنم. موبایل دیگر هم بهتون نشون میدم مثل گست و این چیزا خیلی دیگه دارم زیر میزنم. فعلا بدرود به چنل بنده یعنی سوبی سیسکو. خوش اومدید عزیزای دلم، عشق منید. بدرود.